سری برنگشتیم. چرا؟ این سری برگشتیم با یه موزیک تاجیکستانی خیلی باحال. واقعا اینجا دیدی تعجب کردی؟ آره یه موزیکی هست که یه بچه کوچیک داره میخونه، بعد اسمش مادره. اسم موزیکش مادره. آره اسم بچه نه اسم موزیکش مادره. خیلی جالبه، بریم ببینیم چطوری میخونه. بعد من توی یه کاور یه جایی از این ویدیو دیدم خب که منصور خواننده ایرانی هست. خب با افشین. آره آفرین. اینا توی اون جایی هم که این پسر داره میخونه خیلی باحاله. اونا چی کار میکنن اینجا؟ رفتن فکر کنم برای نوروز و این چیزا باید باشه. بریم ببینیم این ویدیو چطوریه. خیلی کنجکاوم ببینم چه خبره. شروع کن. Let's go. بیژن مرتضوی. و حالا بیژن مرتضوی خودش موزیسین خیلی خفنی هم، واقعا ویولون میزنه برگاتو میریزه. فکر چه جای حساب دادم ما چه گرفتم. آره این منصور سمت چپی عینک قورباغه زده، اون وسطیه افشینه، اونم که بیژن مرتضوی. افشین؟ آره افشین میگفت چی؟ به خلوت شبانه دختره که کوچه بغلی ابرو اون مگه نبود و جوری عاشق شدم با اون نگاه اول. این چی پس؟ بیژن مرتضوی. این همینی بود که میگفت موزیسین بود. چی بود؟ وای من زیاد آهنگش گوش ندادم، من فقط ویولوناشو. از این کوچه یک اخترم گوهرم یاورم جان مادرم. چقدر مسلط و تمیز. اخترم گوهرم یاورم جان مادرم. میگه اخترم یاورم جان مادرم، یه گوهرم. این دختره کیه؟ این فکر کنم دوست دختر بیژن باشه. رنبرم شهبرم مادرم جان مادرم بهترین دنیا. محسود پشما شیخه یای من توی باتر از رویای من توی ای طلوعی زندگانیم کاسر و تو گای من توی. تیکه اولش عالی بود. منصور دیگه منصور پشتوش اینجوری که این داره دست میزنه هش کرد. واقعا تمیز داره میخونه. من اینو الان موندم. ببین هنوز شکلی اینقدر تمیز. آره این آره اینم همینطور. این همون اصلا تکون نخورد. آره بعد خب این مال خیلی قبلی میاد این ویدیوه، اصلا باگ نداره تو صدا. انقدر خوب میخونه من فکر کردم فیکه. زنه فکر کنم داره گریه میکنه. چه شعر قشنگی داره. بهترین دنیای من توی
بهترین دنیای من تویی. بدتر از رویای من تویی ای تو روی زندگانیم کوثر تو بای من تویی. این ویدیو مال خیلی سال پیشه خب بعد میخوام همش هم اینا رو نشون میده و میخوام ببینم الان چیکار داره میکنه الان چون خیلی استعداد بالایی داره. مثلا هیچ لرزشی تو صداش نمیاد. آره. آره. اینجا مشمع داشت مینداخت رو دم دستگاه. شب میخوام جمع نم کنم گرفت. و ببینی مهمونای به خصوصی داره. آره. مثلا چه نگاه میکنه قولی پاک بازم تویی قبلایی شباشون شده بود. جون تو آره. اه شماره پرواز وای نباید اینجوری میشه نباید میشه کجا شد دستم بود رفت روی گلبرم ای تو روی زندگانیم قولی پاک بازم تویی قبلایی روزم تویی آه میبالم همه روز این شبم روزم تویی خوب میخونه بهترین دنیا واقعا خوب میخونه خیلی خفنه یای من تویی بدتر از رویای من تویی ای تو روی زندگانیم کوثر تو بای من تویی بیژن مرتضوی رفته تو خودش عالی یا خدا عالی بود عالی واقعا. من که خیلی کیف کردم عشق کردم واقعا خیلی خفن بود به نظرم عزیزم به نظر من مثلا خیلی خوب. ترکوند مثلا فکر نمی‌کردم همچین آخه چیزی باشه. سنش گفتم کمه حالا و صداش پخته بود. خیلی خوب بود یعنی اگر واقعی بود حالا اگر مثلا اینکه زنده داشت میخون خیلی خفن بود به نظر من عالی بود من خیلی لذت مسلط بردم بود. همین که شعرش هم خیلی خفن بود این موزیکو فکر نمی‌کردم اینقدر خوب باشه خودش مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید حتما یادتون نره اگر چنل ما رو سابسکرایب نداری سابسکرایب کنید ما تقریبا 90 تا دیگه میخوایم تا بشیم 1000 تا و این از شما یه میخوایم هول که بدید. آره یه هول. هول کوچیک بدید شدیم 1000 تا و خیلی دوست داریم بیشتر کنار شما باشیم و حمایت شما هم نیاز داریم درست عزیزم بله. خیلی دوستتون داریم مراقب خودتون باشید فعلا خداحافظ